این نمایشگاه بخشیده به عید سعید مادران و استقبال عید نوروز تشکیل شده. کشورهایی که در این نمایشگاه حضور دارند جمهوری اسلامی ایران، جمهوری افغانستان، جمهوری تاجیکستان و همچنین جمهوری ترکیه شرکت‌های خودشون رو مشارکت دادن. محصولات عرضه شده در این نمایشگاه از نیازهای اساسی مردم گرفته همچون مواد غذایی و کالایی که برای تجهیزات خانه و کارهای ضروری نیاز هست و تا نیازهای کودکانه. در بخش‌های شرکت‌هایی داریم که کالا محصولات نیازهای کودکانه را تامین کردن. یه بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که در این نمایشگاه حضور دارند دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و استحصالات رو تولید می‌کنن که کالاها و دستگاه ماشین‌آلات خودشون رو هم حتی برای عرضه اینجا ارائه کردن. خب این چراغونی مراتبه چندم است که برگزار می‌کنند؟ این 16مین نمایشگاهی هستش که شرکت راهیروش آسیایی و همکاری شرکت سروش بین‌الملل و همچنین با حمایت‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و همکاری پرت صادق صنعت جمهوری تاجیکستان داره تشکیل میده.